Now I will ask to Mr. Abdullah Muhtadi, the leader of Komole Party of Kurdistan of Iran. الان از آقای عبدالله مهتدی از دبیر کل حزب کموله کردستان ایران درخواست میکنم که به اینجا بیان و سخن خودشون رو ارائه بدن. خیلی ممنون. با سلام خدمت همه دوستان گرامی و خوش آمدگویی به مهمانان عزیز. لازم میدونم قبل از هر چیزی از برگزار کنندگان کنفرانس دوم شورای دموکراسی خواهان ایران و همه کسانی که در راه برگزاری مفید، امن و راحت این کنفرانس زحمت کشیدن تشکر کنم. دوستان، فکر نمی کنم کسی تردیدی داشته باشه که از دی ماه گذشته تا کنون ایران وارد یک مرحله جدید، کاملا جدید در حیات سیاسی خودش شده. همه ما احساس می‌کنیم که نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران شکل گرفته و روندهای آغازه به کار کردند که متوقف کردنشون دیگه به این سادگی برای جمهوری اسلامی یا برای هیچ نیروی دیگری در واقع در دنیا به این سادگی ها نیست. اما این تحولات و این رویدادها مثل رعد و برق در یک آسمان صاف نبودند، بلکه سالها بود که روندهای عمیقی در جامعه ایران، در نظام سیاسی ایران، در افکار و تلقیات و گرایش‌های ایران عمل می‌کردند و در نتیجه میشه گفت حتی دهه‌ها بود، 4 دهه اخیر بود و این وضع رو ایجاد کرد. ببینید، قبل از هر چیزی و حتی قبل از اینکه چیزی به اسم تحریم‌های اقتصادی کمرشکن وجود داشته باشه و تأثیرات خودش رو بر اقتصاد ایران بگذاره، قبل از همه اینها ساختار کاملا معیوب اقتصادی ایران و اون نوع برنامه، یا بهتر بگم بی برنامگی که جمهوری اسلامی حاکم کرد بر اقتصاد ایران، عامل اصلی وضعی است که امروزه خلق شده و خود اونها هم راه نجاتی قابل اون ندارند. به طور کلی جمهوری اسلامی از روز اول بر سر کار آمدنش فاقد یک دیدگاه واقع بینانه و درست در مورد توسعه اقتصادی ایران بود و بیشتر با فساد فراگیر و راندخاری جامعه ایران رو ادامه میکرد. درست خودشون این تصور رو داشتن و القا میکردن که حکومت اونها ابدی است و بعد از 1500 سال یه بار سر کار اومدن دیگه نخواهند رفت، ولی عملکردشون چیزی خلاف اینو نشون میده. عملکردشون نشون میداد که اینها مثل اشغالگران و کشورگشایان قرون وسطایی احساس میکردن چند صباحی بیشتر نیستن در ایران و بنابراین ایران رو نه مثل یک کشوری که به اونا سپردن که آبادش کنن، پیشرفتی بهش بدن، حالا این وسط برای خودشون هم از این نمد کلاهی ساخته بشه احیانا، بلکه مثل خانه یغمایی که چند صباحی دست اوناست نگاه میکردن. سیاست اونا بجز تاراج و یغما و خشکاندن آبها و اتلاف زمینها و از بین بردن دریاچه ها و محیط زیست چیز دیگری نبود. جز ناکارآمدی کامل چیز دیگری نبود. تحریم های بین المللی یا تحریم های ایالات متحده آمریکا فقط مزید بر علت شد. گذشته از اون که مسبب خود این تحریم ها که دنیا رو سوق داد به طرف این دشمنی ها با سیاست خارجی غلطش کسی جز خود جمهوری اسلامی نبود. و اما تنها اقتصاد نیست که امروز جمهوری اسلامی رو به زانو در آورده. سالها قبل از این که رسوایی اقتصادی ایران رو بشه، عیان بشه، برای خود دولت مداران جمهوری اسلامی هم دیگه کتمانش غیر ممکن بشه و به چشم جهانیانم بیاد، جمهوری اسلامی نبرد فرهنگی و ایدئولوژیک رو باخته بود. این باخت
محصول دخالت‌های این یا اون عاملان و جاسوسان اسرائیل و آمریکا و غرب و غیره نبود، محصول تغییرات عمیقی بود که در خود جامعه ایران و در جامعه بین المللی اتفاق افتاده بود و نیروهای به مراتب سرسخت‌تر و نیرومندتر از جمهوری اسلامی را به زانو در آورده بود و نمیتونست در نیاره. جمهوری اسلامی هم از این بابت گریزی نداشت و نداره. ببینید، دموکراسی خواهی، آزادی خواهی، جا باز کردن مفاهیم حقوق بشر و حقوق شهروندی، جا باز کردن مفاهیمی علی رغم سیاست‌های جمهوری اسلامی، علی رغم فرهنگ حاکم، جا باز کردن تلقیاتی مثل برابری حقوق زن و مرد، تغییر الگوهای زندگی و سبک زندگی جوانان، تغییر نگرش‌ها و تلقیاتشون، تغییر الگوهای رفتار خانواده‌ها، نیاز و علاقه‌ای که نسل جدید به تعامل با جهان و دوستی با جهان و ارتباط با جهان بیرون خودش داره، نفی استبداد مذهبی، افزایش رواداری مذهبی در بین مردم ایران، همه اینها روندهای غیر قابل مقاومتیه که در سالهای اخیر کاملا جای خودش رو در ایران باز کرده. بدشانسی جمهوری اسلامی این بود که همه این تحولات در عصر تکنولوژی ارتباطات، در عصر اطلاعات، در عصر ماهواره و اینترنت و شبکه‌های اجتماعی اتفاق افتاد. اما با وجود این مرحله جدیدی که از دیماه به این طرف در ایران خودش رو به همه نشون داده و توجه دنیا رو هم جلب کرده و خوشبختانه آخرین بقایای مشروعیت رو در چشم مردم جهان از رژیم جمهوری اسلامی گرفته، با وجود همه اینا و در کنار همه اینا ما بایستی تفاوت‌های این دوره رو خیلی به اختصار با دوره‌های گذشته بگیم. این اولین نارضایتی نیست که در ایران ابراز میشه، این اولین مبارزه‌ای نیست که در ایران اتفاق میفته، اولین قربانیانش هم کسانی نیستند، اون جان باختگانی نیستند که در دیماه و حوادث بعدی جانشون رو از دست دادن. و من از همین جا از طرف همتون تسلیت میگم به خانواده ها و بازماندگانشون. نه، این مبارزات از روز اول علیه جمهوری اسلامی وجود داشت، ولی یا مثل بعضی از مناطق ایران از جمله کردستان ایران تنها موند، محدود به یه منطقه خاصی موند و یا گفتمانی نداشت مثل بقیه جنبش‌های دیگه که قابل سراسری شدن باشه. حتی آخرینشون جنبش دانشجویی تهران در سال 78، جنبش سبز در سال 88، اینا جنبش‌هایی بودن عمدتاً در مرکزگرا، دارای محدودیت‌های جغرافیایی، بندناف هنوز بسته به جمهوری اسلامی، با وجود این که جنبش‌های عادلانه‌ای بودند، قابل پشتیبانی بودند همه اینها. این بار جنبشی که ما داریم یک قبل از هر چیزی جنبشی محدود به تهران و این یا اون مرکز نیست، به این معنی عمیقاً سراسریه و چون سراسریه و سراسر ایران نمونه است از تکثر و تنوع، بنابراین جنبش این بار جنبشی است تکثرگرا، جنبشی است دار همه تنوعات گوناگون جامعه ایران رو در خودش نشون میده. از یک سو مالباختگانند، از یک سو کارگران دستمزد نگرفتند، از یک سو زنان محرون و ستم دیدند، بلوچ و عرب خوزستانند. شما هر اسمی بگذارید و در تمام این موارد همه دراویشند، دگراندیشانند، دگرباشانند، جوانانند، لیسانسیه های بیکارند و در تمام مناطق ایران. بنابراین این ویژگی بزرگی است.
دوم این که این برخاسته از الهامات یا تحت تأثیر گفتمان بخشی از حاکمیت در مقابل بخش دیگرش نیست. این از اعماق جامعه بلند شده و تمامیت حاکمیت رو هدف و آماج خودش قرار داده. سکولار شعارهای دینی که حتی در جنبش‌های قبلی دیده میشد اثری ازش نیست در این جنبش اخیر. سکولار، نقش زن برجسته است و خیلی چیزهای دیگه. اما با وجود همه این پیشرفت‌ها و با وجود اینکه جمهوری اسلامی در زمینه فرهنگی و اقتصادی باخته، در زمینه سیاسی مردم علیهش بلند شدند و گفتمان تغییر نظام یا براندازی گفتمان اصلی در جامعه ایران، متاسفانه همونطور که دیگران هم بهش اشاره کردند، ما دوریم هنوز از یک ساخت یک آلترناتیو دموکراتیک واقعی در ایران و این مشکل ماست. اما فکر میکنم عوامل و موانعی رو که جلوی این هستند اگر بشناسیم، من به اشاره گذرا فقط از اونها خواهم گذشت، بهتر میتونیم بفهمیم که چه کار بکنیم که فائق بیاییم بر این موانع. 3 نوع هراس افکنی یا 3 نوع عامل به نظر من مانع از این هستند که همه اپوزیسیون واقعا دموکراسی خواه ایرانی، همه کسانی که خواستار تغییر نظام و گذار به طرف دموکراسی هستند، بتونن دور هم جمع بشن و تشریک مساعی کنن. یکی غرب ستیزی و به طور مشخص آمریکا ستیزیه. این حربه است که نزدیک به 40 سال جمهوری اسلامی به دست گرفته. سفارت آمریکا رو گرفت، اما در واقع با این کار بیش از اون که به آمریکا ضربه بزنه، جنبش مخالفان جمهوری اسلامی رو به ناحق، البته نمی بایست اینطور باشه، ولی خلع سلاح ایدئولوژیک کرد، تشتت فکری در درون اپوزیسیون و مخالفان خودش به وجود آورد. چرا؟ برای اینکه بر نقطه ضعفی دست گذاشته بود که هنوزم جامعه ایران، بهتره بگم نه جامعه، نخبگان سیاسی ایران ازش رهایی پیدا نکردن. ما بایستی آمریکا ستیزی و غرب ستیزی رو کنار بگذاریم و ضمن حفظ استقلال خودمون بتونیم با دید روشنی به جهان معاصر نگاه کنیم. ما احتیاجی نه به آمریکا ستیزی، نه به غرب ستیزی، نه به عرب ستیزی و نه به اسرائیل ستیزی نداریم. ایران آینده بایستی در تعامل سازنده با جهان قرار بگیره و دوستی ها رو به جای دشمنی ها برای خودش جلب کنه. مانع دوم هراس افکنی در مورد تجزیه ایرانه. صحبت شد، دوست گرامی آقای عبدیان در این مورد صحبت کرد. این یکی از موانعی است که باعث میشه، بازم میگم به ناحق، ولی باعث شده هنوز همه اپوزیسیون ایران نتونن اون تجمع و تشریک مساعی واقعی رو داشته باشند. من ضمن اینکه این هراس رو رد میکنم و اونو حربه‌ای برای، یعنی آبی میدونم که به آسیاب جمهوری اسلامی ریخته میشه، اما فکر میکنم ما هم بی تقصیر نیستیم در این مورد. ما هنوز زبان مناسب و گشایش مناسب رو برای اینکه این بدفهمی ها رو از بین ببریم نتونستیم کاملا در خودمون به وجود بیاریم. و بالاخره هراس افکنی در مورد از بین رفتن امنیت ایران و سوریه‌ای شدن ایرانه. عکس قضیه صادقه دوستان، هر روزی که به عمر جمهوری اسلامی اضافه بشه و بقای این رژیم ادامه پیدا بکنه، روزی است که ما بیشتر به طرف سوریه‌ای شدن، بیشتر به طرف سلب امنیت از همه مردمان جامعه ایران خواهیم شد. بنابراین اینها صحیح نیست، باید به جنگ اینها رفت. من صحبت هام رو با این تمام میکنم. میگم یکی از نتایج خوب و مثبت جنبش دوره اخیر، جنبشی که هنوز بیشتر از 5 ماه از اون نگذشته، اینه که اصلاح طلبی رو برای همیشه در ایران به عنوان یک آلترناتیو از بین برد
و به زندگی دوزیستی کسانی که هم از آخر میخوردند و هم از توبره خاتمه داد. آلترناتیو واقعی فقط و فقط میتونه آلترناتیو گذار کامل از نظام جمهوری اسلامی ایران باشه. دوستان عزیز، من به عنوان یک کرد اینو خدمتتون میگم، کردها نقش مثبتی رو در سالهای گذشته علیه داعش ایفا کردند، در عراق، در سوریه، و حتی ما که کردهای ایرانی هستیم، حزبی که من نمایندگیشو میکنم، در مبارزه علیه داعش شرکت فعالانه داشتن برای مدت 16 ماه. و بنابراین بهتون میگم خطر داعش خطر بزرگی بود، ولی داعش فقط داعش سنی نیست. داعشان شیعه در تهران سکونت دارند و آینده ایران باید آینده رها از این داعش باشه. خیلی ممنون. Thank you very much, Mr. Muhtadi, for your meaningful speech. Mr. Muhtadi, in his speech, actually compared the previous movement in Iran, and he described it as centralized movement. But the recent uprising in Iran is a quite diverse movement, which shows that all the different Iranian people are participating now in this movement. And he conclude, I'm sorry that I cannot translate whole the speech, but he conclude that recent uprising showed that the era of the reformists have been finished, and the only way left is putting end to this regime. And the idea of ISIS, it is not the only Sunni fanatic Muslim that they actually trying to put in, but actually ISIS can be also mullahs in Tehran. Then it is true, because every ideology, when become fundamental and it's become extreme, it can actually be dangerous.